بچه چطوری رندو چطوره؟ امروز اومدیم با مپ بدوارز اومدیم با پفک یه بدوارز حسابی بزنیم. پس همین الان اون دفعه لایکو بزن، بعدش اون دفعه سابو بزن، حالا فالو و ساب هرچی شما بهش میگید، هرچی میبینید بگید. پس بریم که داشته باشیم. اگر میخواید بهتون پفک برسید سریع لایک و ساب با هم بزنید تا بهتون یه بسته پفک نمکی مینو بهتون بدم. لیتس گو. این مپش خوش بریم، این مپش واقعا باحالیه. 2,000 years later. برو سریع. بودو سریع 9 تا گرفتیم، یه چست پلیت با یه شمشیر سنگی بسازیم، یعنی بگیریم. سریع بودو یه شمشیر با یه چست پلیت زنگیری. بودو یا خدا، بودو بودو. بودو ماشالله آهنای خوبی هم میزنه. آهنش هم عالی. آهن شمشیرمون آیرونی کنیم. بریم الان به دنبال طلا. حمله کرد انقدر زود. What the fuck؟ داداش خوبی؟ بهش نمیخورد تازه کارشه. شانس ما رو مولا شمشیرمون سردمون نه بودو حالا باشی بدبختا خدا خدا. اون بر هنوز کسی نرفته آهنشو برداره و تا 13 تا هم بیشتر نمیره. با 13 تاش هم تا الان 100% خون شده. برو خدا 15 تا ماماسیت زدیم تو گوشش. برو بریم. چطوری دمش بردم؟ What؟ چجوری دمش بردم؟
من هنوز با اینا دشمنم. بودو عکسم بگیریم. عکسم اینم بزنیم. دست رو بشم. بودو بودو سری. من موقع بدور زیاد حرف نمیزدم، ولی الان یه ویدیوی باید از شما لایک بگیرم. شما که لایک نمی کنید. برو بریم. خدا به حضرت عباس اگر میافتادم تیغ بنفش میزدم. بودو 20 تا میخوام بر چست پلیت آیرونی بایسته. 20 چست پلیت آیرونی برو بریم. بابا یارای نور هلو. همون نه کی شمشیره سنگی میاد چیز نمیده. واقعا فازتون چیه؟ ای بابا این فرارتر میگم فهمیدم نشانه رایده، ولی فکرم همینطوری فکرم تلاش پرچه داره اینطوری میاد. هر وقتی یکی رو دیدی در جلو فهم کنید بدونید که بحث اصلا این یعنی اصلا ترسش اصلا من هم میترسم. برو دیگه من هم میترسم. آهاها برو بزنیدش. خودم میزنم. دشواری نداره. داشت برو پایین. کارماشو میدونم آخر سا پس ببین با کله برو 16 تا طلا. فقط برو. Oh my God! شانس پفکه. برو 30 تا. به 30 تا زدیم تو گوشش. خب همه چیزو فول کنیم. فول دایمن بریم بزنیم تو گوششون. خب بایوش 2 تا چسپلیت دایمندی. این دایمندی این و این 5 تا مونده. 2 تا مونده. شوف بخشید. چیه گیریم؟ خب یه TNT 2 تا TNT بریم تو بدشون رو بزنیم. تمام بریم بزنیم تو گوش بدشون. ببین اومدم میدونم آخر کارماشو میگیرم اون بدبخت رو اینطوری انداختم پایین. برو نه یا اینجا به نظرم خیلی بهتره. نظرته؟ اوکی بیا برو کنم. ما به نظرم بریم بهتره یه ذره. وای میگفتم کارماشو پس میگیرم. یه سری فشاری نور سگ بعد چسپلیت هم نرفت. بابا ای
سری پلیرهای فشاری بودو 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 بودو. آها چه موقعی هم رسیدم. آها یه سری داشتن اینجا ولبشو به پا میکردن. برید فرانسه برگشت. فرانسه برگشت داره برمیگرده. دارم میان. مرسی مرسی مرسی. اوه بدم. نه نه چرا بابا بگو چجوری زد اینو زد مثلا اینجا ما از شما ها نمیترسیم. بزن اینو بزن اینو هیچ پیش کمه بزن هیچ پیش کمه. فرار خوبی بود واقعا فرار خوبی بود. نقص بود داشت به نظرم یه ذره سریعتر حداقل عمل میکردی. یا پایین نداشت یا پایین نداشت یا پایین سرمون در گرفت بچه. یا پایین بچه سرمون در گرفت. یا پایین بودو وای در رفت. وای ای دستمون رفت. بودو میرسی بودو باید برسی. نه ای بابا رفت. نه بودو هزار ماشالله ما اومدیم. هزار ماشالله. چند تا بلاک برداریم چمود بلاک نداریم. این فایرورک بودو که بریم. بودو فایرورک چرا دستم نیست. بودو زمین رو که ایشالا نکندم. بیایید براشون سورپرایز دارم. بیاید بیا دیگه بیا تا هم بیا. چه خبر. بیا داشت تا هم بیا بابا. یکی دیگه هم بیاد تو رو خدا تعارف میکنیم. بیا دیگه بیا تعارف میکنیم. تعارف بیا دیگه بیاید فایرورک برای همه تون هست. بیایید دارم زیاد هست. واو اینم انداختیم. به چی داشت خوبه. بعد توپس نه چه یارا همه لیفت یارا همه لیفت. تکم نه این یکی هم هست. الان خواهم بیام بدو بزنم چون کسی سر بد نیست. اسوین
استیل. آها دسته بچین بذاریم اینجا. اینو ببر خونه شو، اینو ببر خونه شو، اینو ببر این از این بده بریم. بودو اون وسط میگرفتم برای خودشون. خوشحال شدم گفتم بابا مهمون جدید همه اینا که دایموندی شدن. دایموندی رفت. نه بودو شاید ما دایموندی نباشیم، دایموندی باشیم، ولی بازم اونا هم سرترن. آره جیگر، بازم اونا از ما سرترن. یه سرگردن اما بالاترن هرچی باشن. او الان اونا نگرایتی میشن میان بالا سرم. یار ما رو نگاری افکر. من چرا انقدر بدبختم؟ آدم ایفکی افتادن با ما. روش ما چیست؟ روش ما این است که هی میریم وسط آدم جذب میکنیم. بدو بیایید من اینجا، بیایید دیگه. وای دیر کردم. بدو اینا چیز نصف راه میان، بقیهشو من باید برم. بیایید دیگه. خوش سلام اومد. بریم برای اجرای نقشه. ای بابا داره میاد. اجرای نقشه بریم. کسی اومد نه؟ یارای من همه AFK هم برای من. برو دایی. وایسا چرا اینقدر بالاست؟ بودو دوشواری هم یه دیگه میذارم. بودو بسه برو همینجا باید بزن. بیایید. ای بابا بیایید دیگه. یاره این چرا این داداش ما میدونید چی کار است؟ داداشمون از اینجا میاد اینجا، از اینجا میاد اینجا، هی همین روند هی تکرار میشه. حس میکنه بروکن افسانه‌ایه. خب یه از این بودو تیرکمون کوها. چند تا تیر، 2 تا هم این. تمام بریم برای داشتم. دشواری نداره که دشواری. اون یکی رو میزنم. ای بابا آها مرسی. یه دونه دیگه. چجوری آخه؟ آقا برید بهتون افتارا خودمو معرفی میکنم. وای TNT انداخت رو سرمون. ماشالله ماشالله غلطی نمیتونم کنم.
وای فایبورد بخیر الان میام پایین. همین الان قول میدم همین الان میپرم رو سرم. بودو دیگه چرا لگ میشی؟ آها خوب بودو تیرم که داریم. الله اکبر الله اکبر الله. این چرا چیزشون نمیتره که برو خونتون اختار آخر رو به شما میگویم. اگر پا رو دم خود گذاشتید و رفتید کاری با شما نداریم، ولی اگه پروازی داره در بیارید گوشتان رو میبریم. فهمستید؟ برو خونه. براتون پایین میدونم. برو خونه. مرسی. دوتاشون مردن. به به عشق. از همین پایین خدا یه ذره استرسی شدم چون از اون بالا یارو دایمندی افتاد مرد. یه من چیه هستم؟ بس بشینم بس میبینه منو فکر کنم. دید وای مرد. بودو چیکار کنم اینو میزنم دیگه، یا شانس و یا اقبال. فایورک به مقدار زیاد، یه دونم TNT. الان دوباره اومدم. بله داشت بشینم تأثیری زیادی نداره، فقط جا جا نمیشی. اون یکی تو راه با اون نمیرسه کنم یا ما بایسته از این بزنم اتفاق خاصی هم میافته. بله انگار که اتفاق What? چند شد آقا بس دیگه تو هم اینجا مردیم و تمام. اوکی تا ویدیوی بعد بدرود.